سلام علیکم بار دیگر استاد. و علیکم السلام و استاد رحمت الله. سوال من همین بود که همین روز قیامت، روزی که خداوند در قرآن میفرماید 50,000 سال از روز انتظاری، در همون روز چند مثال کافرها یا که آدمانی که گناهکاران نامسلمانان چه حال دارن؟ مقصد همین ها. گناهکارای چون میکنید؟ آدمهای صالح و پیغمبرها و نفسی میگن. پیغمبرها و نفسی وای بر حال من، وای بر حال من چی میشده باشد. الله تعالی مود که روزی که کودک پیر میشد، روزی که موی کودک سفید میشد و چشمها از کاسه خانه هاش بیرون میبراید از ترس آن روز. آدمهای دیندار و خدا ترس و تقوادار میترسند در آن روز. چی جای کافرها؟ بنابراین حضرت عایشه رضی الله عنها وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که آدم‌ها روز قیامت بی لباس، بی پای افضال، پای لچک، سرلوچ، عریان، ختنه ناکرد همه زنده میشن. حضرت عایشه گفتند که یا رسول الله، این مردها به زنها بد نگاه نمیکنن، همه بی عورت بی لباس. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که الامر اشد من ذلک، کار از این هم واهمه‌تر است. یعنی حاجتی نگاه کردن نیست، حاجتی نگاه کردن نیست، یعنی از ترس هیچ کس نگاه نمیکنه. فرض کردیم مثلا یک آدم در آتش سوخته ایستاده است، پژر شد، آتش گرفت یک جای، اونجا زنهای هم سوخت شدن، مردهای هم، لباسهای هم سوخت رفت. کی در همین حالت به زنها نگاه میکنه؟ خودش سوخته ایستاده است. مثال دنیوی ده، همه جاش سوخته ایستاده است، در بین آتش ایستاده است. همجا یک زنه که مثلا بی لباس گذشت و هم از آتش مثلا گریخ شده است یا سوخت شده است، کی نگاه میکنه؟ الامر اشد من ذلک، گفتن کار از این هم سخت‌ترش به شدت است. یعنی مردم حاجتی حالتی نگاه کردن نداره. حالی در دنیا مثلا من پدر شنیدگی هستم که ای الله، هم درده که به بچه‌م دادی همین من به ته میگفت، درده که به بچه‌م دادی به من ته میگفت. یا انسان وقتی که مثال من در تاریخ هم آمدگی است که وقتی که فرزنداش و زناش به اسارت میگیرن، میگه که اینای آزاد کنو، منو به اسارت گیرم. لیکن روز قیامت چی؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. روز قیامت روزی که آدم مجرم میگه که یود المجرم، مجرم دوست می‌دارد که یود المجرم ان یفتدی من عذاب یومئذ ببنیه، ای الله هم پسرای من عذاب ده من آزاد ما. ببینید در دنیا این کارا نمیکند پدر، لیکن در روز قیامت دیگه بچه ها مگر پسر ها خاصتا ببنی اینا گیر عذاب ده من نجات ده. ببنی و صاحبته و اخی، همسر ما عذاب ده ای الله، و برادر ما عذاب ده. و صاحبته و اخیه و فصیلته التي تؤویه، تمام خویشاوندان مگیر. و من فی الارض جمیعا، تمام مردم روی دنیای به عذاب گرفتار کن، پیغمبرهاش قطعی. ثم ینجیه، لیکن من نجات میگفت از شخص مجرم. اون روز روزی واهمه است. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه. روز قیامت روزی که انسان از دوستی که هر روز قطعی تمام خوراک نصف روزی و خوراک بیگاهی میکرد، با پدر و مادرش نشسته طعام نمیخورد، لیکن با همون یار و دوستا هر روز قطعی. بیچاره زنش یگان بار رستوران نبرده است، لیکن هر روز در رستوران از همراهی دوستاش. همون دوستاش میگفت است که از همون دوستاش روی میگردن. دوستاش پیش بگیرید الله تعالی. برای چی؟ از پدر و مادرش پیش بگیرید. که دنیا اند همون دوستاش از پدر و مادرش اولا میدونست. پدر و مادرش اگر یگان چی گفت نه پول ندارم، اگر دوستش گفت اگر نه گفته نمیتونست. حالا هم خیلی دوستا هستن، دوست از پدر و مادر اولا میدونه، از همسر و فرزند اولا میدونه. درست است، و هم دوست است و هم قدر خدای جای خودش دارد، لیکن از پدر و مادر بالا نیست. بنابراین الله تعالی پدر و مادر پوش بمان در اینجا گفت که روز قیامت روزی است که انسان همون دوستاش روی میگردونه.
یفر بلکه میگریزد و صاحبته و اخیه در دیگر آیه در این آیه سوره عبسه و از پدر و مادرش میگرد یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی از مادرش و از پدرش میگریزد و صاحبته و بنی و از همسر و فرزنداش میگریزد. روز قیامت روزی دهشت است. الله تعالی آسان کند. لا حول ولا قوة الا بالله.